صدای تک تک در از توی خونه میاد، میری ببینی کیه، میبینی همه خوابن. بعد یهویی میبینی در کمدت آروم آروم باز میشه. سلام و درود، علیرضا هستم و خیلی خوش اومد به این ویدیو. امیدوارم که هر جای ایران هستید حالتون خوب باشه و تنتون سلامت باشه. پیش عید بهتون تبریک میگم. چیزی هم به عید نمونده، فکر کنم در روز، فکر کنم که نه 20 در روز دیگه عید. پیش عید بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی پربرکت و پربار واسهتون بوده باشه که نه باشه و هر چیزی که از خدا میخواین، چه حالا پول، چه حالا خونه، چه حالا سلامتی، هر چیزی که ته دلتون هست رو بهتون بده. خب دیگه بگذارید، کلی واسهتون ویدیو ترسناک جور کردم با بدبختی و عذاب. امیدوارم که تماشا کردن ویدیو لذت ببرید. الان بریم سراغ ویدیوهای امشب. خب رفقا، کلیپ اولمون نشون میده که یه خانومی در حال فرار کردن از یه سایه هستش که به نظر دنبالش افتاده و داره تعقیبش میکنه. این خانوم به نزدیکترین خونه میره که اون اطراف بود و سعی میکنه که اونا رو خبر کنه، ولی سرعت سایه اونقدر زیاد بود که این خانوم اصلا نتونست اونجا وایسه و سریع فرار میکنه. حالا بریم ویدیو رو ببینیم. این بانو اینجا معلومه که خیلی ترسیده و بدو داره فرار میکنه. دست این سایه که پشت سرش راه افتاده و داره راه میاد و جلوی خونه‌شو میاد و باباشو صدا میکنه، ولی دیگه سایه از سر رسیده بود و دیگه منتظر باباش نبود و سایه هم دیگه نزدیک شده بود. دیگه اومد دقیقاً جلوی خونه واساد و این خانومم که کلا فرار میکنه و پلنگ میبند و دیگه فرار به قرار ترجیح میده. توضیحاتی که زیر این ویدیو این آقا واسه ما درج کرده بود، نوشته بودش که من تصمیم گرفتم که واسه خودم یه ویدیوی ضبط کنم از کار کردن خودم پشت کامپیوتری که این ویدیو منجر شدش که یه اتفاق ترسناکی سر من بیفته که کاش که اصلا از انجام دادنش پشیمون شدم. بریم ببینیم که چه بلایی سر این آقا اومده که اینقدر ترسیده و پشیمون شده. صداپز روی راه پله اومدش، گوشیشو بر میداره میره ببینه که چی بود. این آقا سرش تو کار خودش بود و داشتش کارهای روزانه‌اش انجام میداد. یهو صدایی از راه پله خونش اومد که خیلی تعجب زدش کرد و این آقا هم تصمیم گرفتش که گوشیشو برداره و بری سر گوشی ها بده ببینه که صدا از چی بوده. و زمانی که به آشپزخونه میرسه میتونید ببینید که کابینت باز میشه و لیوانی که توی قفسه بودش میفته روی میز. نگاه کنید قشنگ، اینجا میره نزدیک و بله. ویدیو سوم برمیگرده به ماه پیش 10 فوریه و جالبیش اینه که ویدیو مال سال 2025 میشه گفتش که تازه است. ویدیو نشون میده در پشت یه خونه که دوربین مدار بستن و از قرار معلوم اونجا نصب بوده تونسته از حرکت دوچرخه بدون سرنشین فیلم برداری کنه. بریم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. دوچرخه که اینجاست، خب نکنید اینجا رو قشنگ. دوچرخه اصلا اونجا پارک بود روی جک و یهو شروع میکنه به پدال زدن و رکاب زدن و فرمون رو میگیره به سمت اون طرف و میره گوشه میفته. و جالبیش اینجاست که نمیشه گفتش که کار باده، چون اول که میاد عقب‌تر، بعد یهو میره جلوتر و اصلا داره رکاب میزنه. هیچ جوره نمیشه گفتش که کار باده و این اتفاق همش زیر سر جنه.
ویدیو بعدیمون دوباره توسط دوربین مداربسته ثبت شده که نشون میده توی گاراژ یه خونه ای روح انگار پیدا شده که دوربینا تونستن تو دامش بندازن. بریم ببینیم که دوربین شاهد چه چیزی بوده که اینقدر صداش بد تو اینترنت در رفته. خب یه بار دیگه نگاه کنید اگه نفهمیدید چی شد. همونطور که با هم دیدیم، اگه اینجا رو متوجه نشدید یه لحظه اگه این بالا رو نگاه کنید یه حاله انگار یه ردی میندازه، اینجا یه خط میفته، بعد انگار از داخل کاپوت رد میشه و یهو از کنار ماشین میاد بیرون. نگاه کنید از این قسمت دقیقاً یهو یه چیزی میپره بیرون، انگار که مثلا ماشینه روح داره، جسم داره. دیدی مثلا روح مثلا جسم آدم در میاد، یه همچین سازکاری انگار داشت. نکنید قشنگ از داخل ماشین میپره بیرون، انگار که مثلا اون داخل قایم شده بود از قبل، از داخل این ماشین میپره تو ماشین کناریش. همیشه گفتم سگا از اون حیواناتی هستن که جز اینکه وفادارن، اینکه اصلا بحثش شداست، واقعا سگ تو مرام واسه هیچی کم نمیذاره که بعضی از آدما میذارن. حالا بجز این همه آپشن که سگ داره، یه آپشن دیگه هم که داره اینه که میتونه حس کنه حضور جن و حالا توی هر جایی که اون نزدیکیاش باشه حس کنه. دیدی مثلا حس بویای سگ خب قویه، جز حس بویایش حس احساسیش هم قویه، عاطفی میگن. آره دیگه احساس عاطفیش هم قوی و میتونه ارواح و جن و دور اطرافش رو حس کنه. حالا بریم ببینیم که اگه یه سگ واقعا یه جن رو ببینه و مثل سگ که هست بترسه چه واکنشی از خودش نشون میده. بریم هم ببینیم. همونطوری زوم کرده یه جا. این اتفاقات سر صبح اتفاق افتاده و این خانم اصلا توی خواب خودش بود، از خواب پا شده و دیده که بله سگشون گوشه واسطاده و به یه دیواری اصلا خیره شده که هیچی اونجا نیستش. ولی خب گفتم شاید ما ندونیم اونجا چیزی نیستش، ولی خود این سگا مطمئنم که میتونن قشنگ ببینن که جن و روح ارواح کجان، دقیقاً کجان، چی کار دارن میکنن، همشونو میتونن ببینن. اگه اینجا هم خوب نگاه کنید سگ بنده خدا اصلا میلرزه، اونقدر ترسیده داره از خودش دفاع میکنه. اون گوشه نکنید همونطوری خیره شده به اونجا. خب کلیپ شماره 6مون کلیپی هستش که ماجراجویی اکتشافیه. این آقا هم خیلی تو یوتیوب معروف و خیلی هم میدونم که شما از این آقا خوشتون میاد، بخاطر همین خیلی از این ویدیوهاشو توی ویدیو خودم استفاده میکنم چون میدونم که شما خیلی دوستش دارین. پس بدون معطلی بریم ببینیم ویدیوشو. See anyone. Like if there was someone knocking, you would see them through the window. وای لباساشو نگاه. Whoever's up there knocking, could you show yourself? There's got to be somebody up there. But what the fuck? What the that freaking doll just got dragged away. Holy shit. Are you running around and playing up here? ببین کجا اومده آخه جا نبود آخه واسه اومدن. They're floating all around. کلبه ترسناکی. صدای ضرب اومد. چه ضربی هم. Who's tapping on this window? I am running out of here. Use whatever energy you need. میگه من میخوام فرار کنم انجا تازه اومدی. You can use energy from me, my equipment, whatever you like. Oh God, oh God. All right. I am hearing more footsteps.
ابتدای کار که اصلا دیگه دیدید چی شد دیگه. حالا بریم بقیه ویدیو رو ببینیم. من که اصلا اینجا گلوم خوش شده، آبم بخورم فکر کنم نرم نمیشه. بریم ببینیم بقیه‌شو. Because it sure seems like it. این دیگه چه؟ Yeah, it's still showing up. This is beyond weird. شکسیه. نکو بابا نکو. I just heard like a thump in the wall. Is that you? یه ضربه یا توی دیوار Is now شنیدم. confirming that weird feeling. Whoever's in there, would you show yourself right now? Oh God. What the hell was that? Oh God. That sounded like a hiss or a... Hello? I thought I heard some voices in here. Minnie or Fred, is that you? There they are again. Holy crap. Dude, there's literally people talking in here. Whoa. Something else just moved. They are in here with me. I can feel their presence. It is overwhelming. I hope you're okay with me visiting your room. Oh my God. پرده رو That کشی. freaking curtain just moved. Holy moly. Holy. لامصب پردهش هم یه تغییر داره. آدم کلکو پراش First I میریزه. heard them through this hallway, and now they're going down the steps. این پایین خود Minnie or جهنمه. اگه بری به خدا زنده Is that you نمیری. walking around? Oh, اون دیگه چی what بود؟ was that? Something just appeared down the stairs. It was like a manifestation. Oh my God. That doll, it just freaking went flying from this chair. It just went boom, right onto the floor. There's no way. وای. یکی انگار شوتش کرد. نکنید. گرفت کشیدش انداخت اون بر. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. من که اینجا هستم موهای تن و بدنم سیخ شده، اصلا زبونم گرفته. امیدوارم که شما مثل من به این روزگار نیافته باشید. بریم ویدیو بعدی. بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم. این شخص نمیدونم چرا نصف شب پاشو رفته جنگل. برف و کولاک و تا خرتناق پر برف این پاشو رفته جنگل. خودش هم که اکاش مثلا صبحی، نهاری، بعد از ظهری، نزدیکای غروبی، نصف شب. خب بشر تو تنت میخوره دیگه. خودت رفته جنگل و یه چیزایی از جلوش در اومدن که بعید میدونم شب خوابش ببره. شبم خوابش ببره اونقدر شبش خواب میبینه که تا صبح فکر کنم زنده نمونه. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. I got something screaming down there. I don't know what this is, man. Something fucking screaming down there, man. چه صدایی یا ابوالفضل؟ Hello? Where are you? Show yourself right now! Something big moving in there, man. Something real big, guys. وای 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 وای. What the fuck? هیچی نمیگم. شما اگه حرفی دارید به این آقا بزنید توی کامنت ها. ممنون میشم که کامنتاتون رو بخونم. خواهش فقط فوش ننویسید واسش. هر کاری هر چی میخواید بنویسید. فقط فوش ننویسید.
خب بچه‌ها امیدوارم که ویدیوها به دلتون نشسته باشن و دلتون رو برده باشن و طبق روال همیشه که من داخل این کانال دارم واسهتون آرزوی سلامتی اول، دوم جیب پر پول و سوم که از همه مهمتر حال خوب دارم. فعلا شبتون بخیر، عیدتون هم مبارک. فعلا پاینده باشید و پیروز، موفق، خدا نگهدار. ویدیو رو نبند، 2 تا دیگه اینجا ویدیو میاد که مطمئنم اگه ببینیش میترسی.